12 ژانویه 2007 در ایستگاه مترو پلازا در واشنگتن دی سی اتفاقی افتاد که همه رو متحیر کرد. یک نوازنده کنار دیوار ایستاد و شروع به نواختن کرد. 45 دقیقه اجرا کرد، اما فقط چند نفر لحظه ای ایستادن و در آخر فقط $32 جمع شد. اما چند شب قبل داستان برای این نوازنده کاملا متفاوت بود. اون نوازنده که کسی نیست به جز جاشوا بل، یکی از بهترین ویولونیست های دنیا، چند شب قبل هزاران نفر برای دیدنش صدها دلار پرداخت کرده بودند. سالن پر شده بود، همه محو هنرش شده بودند. اما مشکل چی بود؟ مشکل از جاشوا بل نبود، مشکل از جایی بود که توش می نواخت. وقتی در جایی قدر تو رو نمیدونن، شاید در جای غلطی ایستادی. تو چی؟ حس میکنی در جای درستی ایستادی؟